تو حوزه سیاسی بزرگ شدیم. من میخوام بگم مردم از این حرفا زده شدن. امروز ببینید چرا به پزشکیان رأی دادن؟ چرا به نظرتون؟ از ترس جلیلی. خب دقیقاً. خب حالا اجازه بدید. و به روحانی هم سال 96 از طرف رئیسی چیز حالا کرد. اجازه بدید. اجازه. میدونید چرا؟ برای وقتی رئیس ما گشت ارشاد اوج گرفت. پس تموم شد رفت دیگه. خب حالا پس مردم نریختن دور این گفتارها رو. اتفاقا الان هنوز داره این گفتارها کار میکنه. یه وقتی روحانی با ابلاغ نادرست افزایش قیمت بنزین مردم عصبانی میکنه، میکشن تو خیابون. یه وقتی تو دولت مرحوم آقای رئیسی با گشت ارشاد مردم میکشن تو خیابون. خب بعد نگاه میکنی میبینی همشون هم خب با هم هستن، هیچ فرقی هم با هم نمیکنن. خب بعد آقای پزشکیان میاد میگه من میخوام این کارا رو بکنم، بعد وقتی میشه رئیس جمهور دقیقاً نقطه مقابلش رفتار میکنه. بعد میگیم چی؟ میگه آقا خالد یه وفاق و فلان. ببینید مردم خسته شدن از این صحبت ها. بله من خیلی قائل به این موضوعاتی که شما هم اشاره میکنید بودم ولی امروز حرف حکومتی ها و حاکمیتی ها دیگه برای مردم ارزش نداره. من یه مصاحبه کردم، یه توییت هم زدم، گفتم یه موقعی رفع فیلتر برای مردم ارزش داشت، الان رفع فیلتر بکن. اینو من جدی دارم به شما میگم. حالا نمیخوام آمار نمیخواد. تو همین جمعی که اینجا پشت نشستن ما اینجا که نشستیم به شما الان بیام به جوونا میگم فیلتر بردارم به من که دارم کارمو میکنم. آقا فردا برای زنها گواهینامه موتور صادر کنن، به نظر شما رضایتمندی ایجاد میکنه؟ نه. یا آقا دیگه نتونستن، مجبور شدن. بله یه وقتی اگر این تصمیمات درست گرفته میشد مردم هم همراهی میکردن، ولی الان نه. الان شما قانون عفاف جا یه جمله خیلی معروفی دارید، میگید که قانون عفاف جا این قانونه که با دوستانتون حالا شما کمک دادید، اگر اجرا شود اومده تعیین تکلیف بکنه حجاب رو تو جمهوری اسلامی، درسته؟ یعنی میگید که یا مردم حجاب رو رعایت میکنن یا نمیکنن. قصه حجاب خلاصه میبنده در جمهوری اسلامی. من اینو قاطعانه به شما میگم. این قانون اگر اجرا بشود پرونده جمهوری اسلامی رو میبنده، نه پرونده حجاب در جمهوری اسلامی.